داماد براش میگویم یار یار یارانه درو براش میگویم یار یار یارانه مهمان کن انتظار یار یار یارانه. رسم و آیین‌های ملی یک جزء جدا نشونده فرهنگی بوده، بازگوی آرزو و آمال مردم تاجیک می باشد. در بین تاجیکان آسیای مرکزی رسم و آیین‌های گوناگون رایجند که مالامال عناصر فرهنگی و هنری و ادبی و فولکلوری می باشند. مراسم و معرکه‌های کشورمان در محله‌ها با نام یک باشد هم در اصل از یکدیگر فرق دارند. امروز در برنامه یک عنعنه اطراف بزم شادی، سرود و ترانه‌های شادی برانگیز در توی‌های عروسی و دامادی قصه می‌کنیم. جشن عروسی مردم تاجیک در حقیقت چطوری که عالمان تحقیق کردند واقعا جشن است که از سلسله مراسم ها، باور و اعتقاد، نمونه های فولکلوری و بسیار عنعنه های نیک عبارت می باشد. و یکی از بخش های همین جشن عروسی این سرود و ترانه ها است. سرود و ترانه ها تا به امروز آمده رسیده اند و خب همه ما میدونیم که امروز در کدام حالت هستند. امروز البته باز تماما طلبات دیگر شده است. توی عروسی و دامادی در همه محل ها با همون طرز خودش گذرانده می شود، با همون عنعنه قدیمه خودش. از لحاظ طرز لباس پوشی فرض کردیم، لباس پوشیشون فرق میکند. اجرای سرودها فرض کردیم، سرودهای عنعنوی از همدیگر فرق کلی دارند، آهنگها فرق میکنند، سرودها فرق میکنند، ولی موضوع یک است. از جمله گفته می شود که همین گونه ترانه ها به 3 بخش تقسیم می شوند. یکم ترانه هایی که قبل از جشن عروسی است، پیش از مراسمی مثلا عروس بران است. و قسمت دوم آن ترانه هایی که در روزی جشن سروده می شوند، اجرا می شوند از طرف دوگانه های عروس، از طرف هوسکاران یا سراینده گروهی حافظان. و یک قسم سرود و ترانه ها پس از جشن عروسی است که آن هم مثلا در بعضی آیین هایی که بعد از جشن عروسی به مانند روبینان و به مانند دست چربان هست، در اینها اجرا کرده می شوند. سرتراشان سرود قدیمه مراسمی خلق تاجیک است که در توی عروسی اجرا کرده می شود. صاحب جشن را به تخت می شینانیدند و موی سفید سرتراش قیچی و شانه به دست به کار شروع می کرد. این عنعنه امروز که قریب در مراسم های خرسندی دیده نمی شود. سرودی مشهوری که همین لحظه را در توی عروسی و دامادی تشکیل میکند، این استای لنگی سرتراش، سر پاکیزه تراش، همین سرود قطعی سر میکنند، میخوانند چند ربایی که به همین نقرات موافق هست. بعد همین خیل سریشه ها میتراشند، تاقیش هم میاندازند، سلش هم میبندند، لباسوش هم میپوشانند. بعد در اسب سوار کرده برای عروس میرفتند. اکنون قد رب سراینده ها سرود رو زمزمه کرده میرفتند. در جشن عروسی سرود و ترانه های زیاد اجرا می شوند و در گذشته اینها مقدار آنها، کانتکست اجرای آنها خیلی زیاد بودند. سرودهایی که مخصوص به داماد تعلق داشتند. این سرودها مثلا در مراسم سرتراشان، در مراسم داماد بیاران، داماد بینان، داماد طلبان، یعنی با این نام ها همه گونه یک رسم و عادت های ما داشتیم. و همچنین یک سلسله ترانه ها بخشیده به عروس.
سرکرده از روزی سرشویان و روبینان، باز هم در وقت گسیلانیدن عروس و همین گونه ترانه ها خیلی زیاد هستند و بودند. عالمان تاجیک اینها رو به تحقیق گرفتند، چندین کتاب ها نشر شده است. البته هر یک هنرمندی که وقتی که به توی میرفت حتما سرود سرتراشان، عروس بیاران، عروس برآوردن عروس، این سرودها رو حتما هنرمندا از یاد میدونستند و این سرودها رو در همون وقتی برآوردن عروس یا که وقتی داخل شدن عروس یا که مثلا در مراسم سرتراشان این سرودها رو بسیار اجرا میکردن و بسیار هم مردم با یک شوق و ذوق بی اندازه همین چی رو مثلا قبول میکردن. در حالت سرتراشان ما همچون هنرمند در بسیار هزار سرتراشان ها اشتراک کردیم و گذروندیم و میدیدیم که چقدر مردم در حالت سرتراشان تمام پیر و برنامه میرقصیدند. تمام مردم یک خرسندی میکنن. مراسم سرتراشان ما فکر میکنم که هم یک علاهیده مراسم میشد. بعدا وقتی که سرتراشان جمع بست میکردیم بعد گویا که توی و یک مجرای تویی خودش رو میگرفت. سرودهای شادی‌آور اندر سرتراشان ما را به عمق تاریخ میبرد. سرایندگان در سیمای شهر شخص مسئول، آزاد و پاک را ستایش میکنند و به نوخانه‌داران آرزو و تمنیات ارزانی میدارند. نزدیکان و پیوندان به سرایندگان هم موازی میکردند که به خرسندی شکوهی دیگر میبخشید. انا که سرتراشان بعد چخیل بود، یعنی که حقیقی سرتراشان گفتم که پیش با اما رفتن امی سرتراشان ما صاحبی توار طلا شدگی چخیل یک انسامبل شده ترانه و رقص. ما انسامبل پولشا در یک فستیوال آزمون اشتراک کردیم. اونجا آزمون بود که از تمام دنیا انسامبل‌های فولکلوری اشتراک میکردن که کسی جای یک اول گیره. ایرا بینیم که وقتی که اموجا عیناً امی زنگیری خانه‌دار شوی تاجیک بردن، بینیم که جای اول توار طلایی را نصیب امی انسامبل فولکلوری ایوان واسع گردید. انعنه بود که همین در بسیار جاها ما میدیدیم که همون سر به پرگی نمیتراشیدن، اما قیچی میگرفتن یک کم کم همون موی سر پست میکردن یا که چی میکردن، حتما همین انعنه رو میگذراندن. و باز حالت های هم ما دیدیم که موی سری همون شهبچه یا که اونو شاه و دامادی که هست موی سری آن رو مثلا به پرگی میتراشیدن. توی تاجیکانه منطقه کولوب عبیدالله رجبов گذاشتگی است. بهترین همین یک برنامه همون از همین اول سرشدگی از همین لحظه ای که همین توی با طریق اسپکتاکل این همین طریق یک برنامه کلان و این جایزه هم گرفت، در خارج رفته این نشون دادن. بسیار خوبه یعنی همین چیز عجایب. همه همون ویاش طلبات های همین توی ملی تاجیکی منطقه کولوب و هم کوهستان در همون برنامه همین چیز نشان داده شده است. همین بود در انسامبل چشمه مثلا ناحیه واسط قربانعلی رحمانوف هم همین خیلی یک برنامه کردگی بود. این چیزا هم همین خیلی خوب برآمدگی هم. البته هدف این پاکی است، پاک بودن است و جامه های تازه میپوشیدند، ناخن میگرفتند، ریش میگرفتند و در روز سرتراشان البته دوستان خویش تبار نزدیک اشتراک میکردند. دایره نوازی میشد، دوتار و رباب نوازی میشد، موسیقی میشد، رقص و بازی میشد. ترانه‌های مخصوص هستند در این باره و مثل استای لنگی سرتراش یا شهام در منبر، همین هم از نمونه های خیلی مشهوری سرودها هستند. و فکر من باید ما کوشش کنیم که همین سرتراشان برقرار کرده شود و در چاره‌بینی های مردم استفاده برده شود، چون که این یک انعنه هست که از دوره های قدیم این چیز آماده ایستاده است.
арӯзбарон дар гузашта бо аспҳо бо тантанаи шодӣ, мусиқинавозӣ ва рақсу сурудхонӣ сурат мегирифт. Аспи арӯсро орову торо медоданд, балаҷоми онро молакҳои сафеду сурх мебастанд, арӯсро ба асп тағояш менишонд ва боз дар хонаи домод худи ӯ аз асп мефаромад. арӯсӣ ормону орзуи ҷовидона аст ва оростани хонаву дар, ороиши арӯс бо гӯшвору дастмонаву зираву қулфи гиребону ангуштарин ва саропо ифода ёфтани он дар таронаҳо паҳлӯи дигари арзишманди маросимӣ будааст. мо кӯдак будему дар ҳамин қишлоқ фарз кардем туи арӯсиву домодии хиштабори худамон фарз кардем гузаронда шуд ва дар яке аз ҳамин туйҳо ман шоҳид ҳам ҳастам. фарз кардем масалан хел ҳамун маърака арӯса аз хонаи падараш аз қишлоқи масалан деҳаи рӯзвай бо онҷа бо минтақаҳо дорад. ҳар қисми ҳамун қишлоқ сари ду меган, пуни ду меган, поёни деҳу, болои деҳу, сари деҳу. аз худи кӯва гуфтани як қишлоқ аст дар онҷа ва як хештабори мо фарз кардем келин овард. амин анъана дар ҳамаи қишлоқҳо буд ки бо асп арӯса бо суруду нағмаву усул ҳофизо хонда мерафтанд ва арӯса гирифта ба хонаи масалан домод меоварданд. амин чиз анъана аст. албатта анъанаҳои мардумӣ ин дар давоми садсолаҳо, ҳазорсолаҳо рехта шудаанд ё ки гӯёем ки ба як қолаби муайян даромадаанд ки ин пеш аз ҳама дар маҷмӯъ фарҳанги як миллатро муаррифӣ мекунад ва бояд қайд кард ки дар таърихи фарҳанги мардуми тоҷик ҳар як анъана хоҳ маросими хурсандӣ бошад ва ё хоҳ маросими ғаму андӯҳ бошад ба худ як маросимҳо ё ки гӯем ки дар дохили ҳамин маросимҳо як расму оинҳои муайян доштанд ки гузаштагони мо аз насл ба насл ин анъанаҳоро боқӣ гузоштаанд. ва вақте ки оддитарин агар мо анъанаи тӯйро агар мисол гирем, худ як тӯи арӯсии домодӣ дар худ иборат аз чанд қисматҳо иборат аст ки дар маҷмӯъ ин як тӯи як раванд аст, як протсесс аст ки бояд гузаштагон ҳаминра бо як намуди хоса иҷро мекарданд. рубоётҳои хубам доштанд ки як лаззат ҳам ба шаҳр ё гирди атроф як базму хурсандӣ мекарданд ки ин шахс хонадор шуда истодаст, яъне ки устои ланги сартарош, сара покиза тарош. پنج ده دقیقه امو عروس برآورده در اونجا مثلا گل گینه کمی شاخ رنگینه کمی شانه شمشاد یا بر سری بیگیمه کمی اولا یا زن باشه یا مرد باشه میخوندن و امو یک 5-10 دقیقه یک گویا که یک رمز زایده سرشوانه که امو گویا سرش همیشه اونجا تیز میکنن میگذرانن که بعد گرفته میبرن. باز هست انعنه‌هایی که مثلا عروس‌ها وقتی که تیاری به خانه داماد رفتن میشدن اون یک چند دوگانه‌ها و خشتبارهای همون عروس رو یک سرشویان میکردن گویا یک سرودای شویک بود و چندین سرودهای دیگر بود که آن را
زنها با دایره اجرا میکردند. عروس که تیار شد بعد سرودی گلا بردن گلا سنبلا بردن گلا ماه یگانه گلا درونی خانه گلا بعد همی خیل گرفته میبرارن خونده با در اسب یا در ماشین سوار میکنن که در اسب پیش بود همون لحظه اینه میبرن با خانه ویبه میرسونن در خانه داماد اونجا هم با لحظه دیگر هست. بزم عروسی سراده میشد. بغیر از پدر و مادر عروس اینچنین برادر و خواهر، خویش و تبرهای نزدیک و بعضی همسایه و دوگانه های عروس نیز همراه میشدند. در خانه داماد آنها را با خرسندی ها پیشواز میگرفتند. 2-3 نفر زنها دایره زده سرودخوانی نیز میکردند. گرچنده که در زمان معاصر بعضی این چیزها دیده نمی شود، کلمه شه و عروس میگن، شاه یا که همون سرودی معروف تویانه که شاه هم در منبر بالای تخت زر، ما دیگر این نمیبینیم که در یگان جا خوانده شود قریب در تویهای امروزه که این در خود شاه یعنی داماد این روزی بهترین روزی خوشبختی در حیات جوانی وی به شمار می رود که این عنعنه ها باید از نو تجدید شوند. خیلی خوب می شد که این عنعنه های خلقی را ما در جشن عروسی ادامه دهیم. در همون بخشی مثلا چی میگیم در روزی معرکه اساسی و در همون جشن عروسی که با دسته حافظان صورت میگیرد موافق قانون تنظیم در همون ساعت معین بگذار سازهای ملی هم اونجا صدا دهند. ما با این راه سازهای ملی رو باز هم تقویت میبخشیم، باز هم سرایندگان خلقی باز هم الهام میگیرند، بیشتر ایجاد میکنند. اینها فرهنگ ما هستند. باید ما اینها رو مثلا درست فهمیم. یا همشون در اونجا خوانده میشه. خاله سرشویکش آستابیزه شانه را که نکنه یک مویکش یک چیز داده، یک چی بگم نمیدونم، همه چیزا قریب که بجای پیش را از بین قریب که رفته ایستادن یا بسیار یک مراسم هایی که لازمی در کاری بعد خاطرمان ایده. مراسم دیگری که بس و دلبر از پیش تخت گذاشتن شه و عروس می باشد که با هم‌آوازی حافظان برگزار می شد. تخت را از رخت عروس می سازند که با گلدوزی های زیبا آرا یافته است. نخست مراجعت به شعبچه است. بالای تخت زر عروس نو در بره. شه حال درک نداره شدگه ایامو سرود، یعنی می فهمید که حاضر می برویم یا میشینیم یا چی. امی سرود ایام می خوانده. شه مبارک باده خدا مراد شداده، شه مبارک باده خدا مراد شداده، شه می آیده
شه بچه می آیده، ای آمدن می خوندن. بعد شاه می روده، شه بچه می روده، یعنی که امی سردا وقت که خوانده شدن میدونی که خستن در کار، تیار شدن در کار، حاضر میریم یا چی. همه امی هر یک سرود و هر یک سخن معنی خودشو داشت. آخرا من این سرودهای مخصوصش و این سربافان و این چیز من مهرنگار رستم یک چیزش رو دارد. بسیار چیزا که خوشروی عجایب برآمدگی همین چیزا موضوعها زمانوی شدند حاضر. طرزی اجراییشی همین سرودهای تویانه همین چی الکی دیگر شد. اون چیزهای قدیمه الکی هستند لیکن اونا رو زمانوی کردن. همین حاضر زمانوی الکی خوانده ایستادن همین رو. مانندی شمالی سردی بیرون زیدارم، ایراغکی در سوی پدر منگرم، مجبور از این خانه بر رخصت میرم، در روی سرم جامعه سبزی پدرم، گلی گلگینکم شاخی انجیرکم، شانه شمشاد بیار بر سری بگی مکم. بزم شادی عنعنه زیباست و مردمی که با مراسم پرمحتوا رنگین و دلکش جلوه می‌خورد و در خود نمونه‌های نخستین زندگی نامه و باوری‌های اجدادی را نگاه می‌دارد. نمایشنامه جالب و غلطی نیز هست. مراسم سرشویان، عروسبران و سرودهای به این مراسم خاص را اجرا می‌کردند. در وقتی که مثلا داماد با همراهی یار و دوستا و با همراهی خشتبارا به خانه عروس می‌رفتند، در اونجا با سرود با هست که شه می آیده، شه بچه می آیده، همین سرودها هست. باز هست سرودهایی که مثلا برآوردن عروس، هنرمندا سرود را می سراییدند و در مدت چند دقیقه، ممکن نیم ساعت باشد، ممکن 20 دقیقه باشد، عروس را از خانه می برآوردند و با همراهی داماد عروس داماد را به خانه بخت خود، به خانه مثلا داماد گسیل میکردن، با یک رقص و شوخی و با یک خند و با یک خرسندی عروس را گسیل میکردن و عروس آمده در خانوادان داماد که می آمد، در اینجا باز همون شه می آید، شه می آیده، شه بچه می آیده، داماد و عروس دست به دست می آیده. همین خیلی باز با همین سرودها عروس داماد را پیشواز میگرفتن و به خانه می در آوردن. همین رو می توان نتیجه گیری کرد که هر یک نسل به خود وظیفه دارد. وظیفه ما امروز نابود کردنی اون عنعنه ها نیست، بلکه زنده کردن و به نسل های من بعد گذراندن، انتقال دادن این است. وظیفه یعنی رسالت تاریخی نسل امروز هم همین است که آیندگان باید بدانند که ما برای وای چی باقی گذاشتیم. این هم تاریخ و فرهنگ و علم و معرفت و همون رسم و آیین ها که در خود در برگیرنده صدها معنی های هستند که تا امروز ملت ها را با واسطه همین عنعنه هاشون و با واسطه همین رسم و آیین هاشون شناختند. گرچند که در این روز این روندهای گلوبالیزاسیونی بعضی ضربه عمیق میزنند به این عنعنه ها و ما رسم و آیین های ما، ولیکن ما امروز باید آگاه باشیم که عنعنه های خود را محافظت کنیم و اون را تجلیل کنیم و به نسل آینده آن را انتقال دهیم.
اما بر ضمن سنت‌های خوب فرهنگی مردم هنگام گذرانیدن معرکه‌ها مبلغ‌های زیاد صرف کرده به اسرافکاری‌ها راه می‌دهند. یعنی جنبه فرهنگی آنها به درجه دوم گذشته، خرج‌های بر زیادی میان شکن و جنبه خودنمایی و شهرت‌جویی بعضی از اشخاص دارا به نظر می‌رسد. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها از 8 ایون سال 2007 تجلیل این جشن‌ها را تا اندازه محدود کرد که این قانون برای منفعت اهل جامعه استفاده گردید. این دستور برای بازداشت خراجات‌های زیادتی به مراسم‌های سر و عزا مساعدت کرد. اکنون پیشنهاد من همین مثال تکلیف و پیشنهاد من این است که باید که در توی عروسی و دامادی مخصوصا همین سرودها نوشته شوند از طرف شاعران معاصر خودمان که امروز خیلی شاعرای ورزیده داریم و دارند همه خیلی سرودها. این سرودها رو همه میخوانند قریب. مستانه ارگشی و یک سرودی خوب دارد در همین موضوع برای توی عروسی و دامادی و همین لحظه ها را انعکاس کردن در کار. گرچنده که از روی قانون امروزه همان فرض کردیم قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها این برای صرفه و سرچکاری و این چیز برآمده است، این خیلی خوب است، ولی همین چیزها باید که گم نشوند باید که اجرا کرده شوند در همون دایره کمی که در خانه هم که اجرا کرده می شود برای عروس رفتن هم آوردن هم این چیزها، همین چیزها را مثلا زنده کرده دادن در کار. همون خیلی که قالب پیشترش بود همون لحظه کردی این خیلی خوب می شود. سنت های فرهنگی آن رو نگاه داریم جشن عروسی را، مخصوصا همون بخش فولکلوری که سرود و ترانه هایی که هست البته در چارچوبه معین در همون دایره که قانون تنظیم وقت جدا میکند باید اجرا شوند. در مراسم های تویی ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم که ما نمایندگی ملت هستیم، یک ملتی هستیم که تاریخ 1000 ساله دارد، نماینده ملت تاجیک هستیم. گرچند که امروز فرهنگ اروپایی ما را در میزند، به زندگی ما وارد شده است، ما این را استقبال میگیریم، لیکن از همون در مراسم ها همون عفتی که شه گویم که داماد و عروس داشتند، اون عفتی یک گویم که این را به زبان چخیل میتوان ابراز نمود، هم خاصی عروس است این، هم خاصی داماد باشد، هم عفتی گویم که تاجیکانه که بود اقلا در همین روز عروسی و دامادی باید رعایت شود که وای این خانم یک خاندان است، این خانم یک مرد است گویم عروس، و از این خاطر باید همون زیبایی که لباس عروسی تاجیکانه داشت ما طرفداری همون هستیم که همون لباس را از بر بکنن و همون رسم و آیین‌های خود را با همین لباس ما باید محافظت بکنیم. همین سرود شب بخیر که آهنگی بهادر نعمت و هنرمند مردمی تاجیکستان هست، همکاری ما امروز یک جا کار میکنیم. در تمام توی عروسی و دامادی این سرود صدا میتید. همین صدا که داد الکی مردم الکی میخیزن و میروند، عادت شده همین چیز. امروز اگر ما برای نگاه داشتن ارزش‌های ملی‌مان این عمل را به جا آوریم امری خیر است، ولی اگر این عنعنه‌ها با مقصد دیگر برپا شوند به جز آسیب چیزی دیگر حاصل نخواهد شد.